در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. انمی آیه اشاره میکنه و اذ قلتم، یاد کنید، و اذ قلتم، وقتی که گفتید یا موسی، ای موسی، لن نؤمن لك، هرگز ما ایمان نمیاریم به تو، حتی نر الله جهره، تا این که ببینیم خدا را آشکارا. وقتی که اینا ایت درخواست و ایت خواهش بیجای کردن، فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون، پس گرفت ایشان را یک آوازی، یک صاعقه، و انتم تنظرون، و شما میدیدید همو حالت و اینها. ثم بعد از آن بعثناکم، برانگیختیم ما شما را، من بعد موتکم، بعد از این موتی که به شما رسید، لعلکم تشکرون، تا شما شکر کنید. الله میگه شما رو باز زنده کردم که شما بنده شاکر بشیم، اما نه، اینا لحظه به لحظه گستاختر می شدن، لحظه به لحظه خلاصه لجام گسیخته تر می شدن. ولی خداوند این نعمت ها را برای از اینا در اونجی از برکت حضرت موسی ارزانی میکرد. و انزلنا، و نازل کردیم ما علیکم بر شما، المن و السلوا، من و سلوا را، شیرینی و کباب را برای شما. کلو، گفتیم بخورید، من الطیبات، از این پاکیزگی ها، ما رزقناکم، چیزهایی که دادیم به شما. یک قانون و قاعده بود که برای شما قضا می آیه ولی بخوریم ذخیره نکنیم، بخوریم ذخیره نکنیم. قوم حضرت موسی علیه السلام چیکار میکردن؟ وقتی که من و سلوا امشب می آمد، مرغا و پرنده ها که می آمد، از صبح چاشت خورم ور می داشتم، از صبح می گفتم مبادا نیایه دوباره، مبادا نیایه. خدای تبارک و تعالی گفت که من برای شما وعده کردم من و سلوار تازه به تازه برای شما می آیه، اما شما ذخیره نکنیم. اینا شروع کرده بودن به ذخیره کردن، فقط عناد، سرکشی، کاری که خدا و پیغمبر می گفت اینا برعکسی و کار می کردن. و ما ظلمونا، ظلم نکردن بر ما. خدا میگه اینا بر ما ظلم نکردن، به ای که من و سلوار ذخیره میکردن، به ای که کفران نعمت میکردن. و ما ظلمونا، هر کس در دنیا ظلم کنه برای خود ظلم میکنه، برای خدا ظلم نمیکنه. و ما ظلمونا، و ظلم نکردن بر ما، ولکن کانوا انفسهم، ولیکن بودن که اینها انفسهم بر نفسهای خویش یظلمون، ظلم میکردن، فقط به خود ای بار خود سنگین میکردن، بار خود سنگین میکردن. ولی در دنیا کسی که رشوت میخوره بار خود سنگین میکنه، در دنیا کسی که سود میخوره بار خود سنگین میکنه، در دنیا کسی که بی‌جابی میکنه بار خود سنگین میکنه، در دنیا کسی که ظلم و ستم میکنه بار خود سنگین میکنه. ولی برای خدای تبارک و تعالی ظلمی نیست. یاد ما آمد از همینجا یک داستان و یک قصه که هر کس که به خود ظلم میکنه، یاد ما از یک داستان میگه. یکی از پادشاهان در شهر یک مجذوبی بالاخره برادر داشت و برادر از این مجذوب بود که بعضی به ارتباط به شیخ بهلول و اینها این اشاره میکنن. خب والله اعلم پادشاهی مجذوب صدا کرد، برادر خود صدا کرد، گفت من پادشاهم، تو هم بالاخره بیا در کنار برادر خود کار کن. گفت من چه کار کرده میتونم؟ گفت تو بیا محتسب شهر شو، بیا محتسب شهر شو. گفت محتسب شهر چیه؟ گفت همین قصابی و نونوایی و بالاخره دواخونه و همین برنامه، همین کسب کارا و اینها، الفی و فلان و فلان و فلان، اما اینها بالاخره گشت و گذار کن. نونوا نانر سبکتر نده، قصاب بالاخره گوشت برر به جا میش نده و میشر به جا بره نده، همینا رو کنترل کن. گفت خوبه. رفت و بالاخره ای به شهر داخل شد به یک قصابی، یکم مجذوب بود، صاحب حال بود. متوجه شد که
یک نونوایی و یک قصابی رفت، مثلا همین دو تا مثال میزنم، یا رفتم یک دواخونه، حالا خیلی دواخونهایی که دوا تاریخ تیر شده رم بالاخره مسکین و بیچاره از اطراف از بادغیس و از غور و از اینها آماده به تاش شفاخونه، سر تا پا 100 روپیه افغانی هم بیشتر نداره، حالا به این طرف میده و این طرف میده تا دواخونه رو پیدا میکنه. یک دواخونه هم که حالا همه دواخونه چنین نیه، اما بعضی داره، بعضی دواخونه. این مسکین به خاطری که در اطراف دوا و دکتر درست نبوده به شهر آماده، وقتی که به دواخونم داخل میشه دوا تاریخ تیر شده رم ای تیر میکنه. شیخ بهلول یا این مجذوب خدا بالاخره داخل شد به این نونوایی، گفت سلام علیکم. متوجه شد که این لالا بالاخره از هر زواله نیم سر میزنه یا نیم سر کمتر. آمد به قصابی، از این پرسان کرد، گفت کاکا وضع زندگی تو چی رقمه؟ گفت نه پرس، به مرگ. تمام روز به دوا و دکترم، تمام روز به مریض و مریضداریم، تمام روز به رنج و به غم و اندویم. آیستگاه که مجذوب بیرون شد، بیامد بالاخره به قصابی، دید که زیر ترازو قصاب یک آهن رباگک خوردی زده، یک از هر 10 سیر یک نیم سیر یا کمتر ایم از این طرف میزنه. پرسان کرد، گفت کاکا چی حال داری؟ گفت نه پرس، به مرگ، زن مریض، بچه مریض، مشکلات، خلاصه زندگی دارم که هیچ کس نداره، سر تا پا غم و اندویه. بیامد به دواخونه‌ای که دوا تاریخ تیر شده داره، گفت کاکا چی رقمی؟ گفت اگه چی، یک بچه ما به پاکستان، یکی بالاخره به هند، خود من به تا دواخونه جون میدم. برعکس این مجذوب آمد به یک دواخونه و به یک قصابی که یا نونوایی که اینها صادقانه یعنی. بیامد دید که همین قصاب با مجردی که مشتری میآیه این میگه کاکا جان گوشت خوبی ندارم، یعنی می گوشت خوبی هم نیه، میبری اختیار خورداری؟ ها میبرم. خب دمی که 1 کیلو گوشت در میده، یک پورگه که یک ریزی هم سرباری میگذاره که هم حق تو طرف من نیه، از من بیای مشکلی نداره. خب کاکا وقت بگو وضعیت چی نه؟ گفت والله نمیفهمم که ازم در و دوال خیر و برکت میریزه، نمیفهمم این قصابیه یا تجارت خونی، هیچ نمیفهمم. آنقدر سرمایه دار شدم که هیچی بالاخره شکر خدا هیچی کرده نمیتونم. آیسته بیرون شد، بیامد به نونوایی دید که خب نونا برشتی و بالاخره از امو زواله هم کمکی بیشترتر بالاخره میگذاره که مردم فقیر و مسکین و بیچاره بیشتر بدن. گفت کاکا چی حال داری؟ گفت حالی دارم که هیچ پادشاهی نداره، هیچ پادشاهی، آنقدر نعمت، آنقدر بالاخره فراوانی، اصلا درد و رنج و غم 4 طرف منیه. از اینجا بیرون شد، بیامد به دواخونه‌ای که خوب صادقانه پیش میرفت، به یک فقیر و به یک مسکینی که اگر نسخه هم نداره فوراً برای از کمک میکنه، چون بزرگترین لحظه کمک دیگه دوار هیچ کس از هوس خونه میگیره که بیا یا هوسانه بگه یک 2 قلم دوام برای ما بدیم که اینا هوسانه بالاخره. بعدن چه کاره؟ از این پرسان میکنه کاکای قدر تو رحم و شفقت و اینها داری، چی وضعیت تو چی رقمه؟ گفت الحمدلله، از برکت همی دواخونه، از برکت همی کار، از برکت همی کس، خدای تبارک تعالی به ما آنقدر نعمت داده که هیچ نمیتونم شکر الله. میگی مجذوب بیامد بالاخره پس به پیش برادر خب پادشاه، گفت که من دیگه متصف نیام. گفت چرا؟ گفت متصف خودی و به بازاره. گفت متصف به بازاره. اگر کسی در دنیا خیانت کنه 1000% بفهمه که به خیانت گرفتار میشه. اگر کسی در دنیا صداقت کنه 1000% بفهمه که در دنیا برای از صداقت میشه. به ناموس کسی نگاه کردی انتظار داشته باش که به ناموس تو نگاه میشه، انتظار داشته باش. به فرزند کسی دست درازی کردی توبه کن، مگر نه به فرزند دست درازی میشه. میگه یکی از شخصیت ها دیگه، اگر به این داستان ها و به این بحث ها بپردازیم از اصل میمونیم، میگه یک کسی بود به عمر خود به طرف نامحرم نگاه نکرده بود، به عمر خود نامحرم را ندیده بود. میگه یک روزی به بازار متوجه یک زن نامحرمی شد. میگه وقتی که ای به خانه آمد، زن ازی گفته که فلانی امروز چه کار کردی؟ امروز چه کار کردی؟ گفت هیچی. گفت نه خوب فکر کن امروز چه کار کردی؟ گفت چرا علت چیه؟ گفت علت اینه که
20 سال یا 10 سال میشه که خودتو زندگی میکنم، از امی دوکانی که به کنار مانه و همسایی مانه من میرم بعضی وقت سودا میگیرم، سر دوکاندار پایین انداخته و سودا رو میده به دستمه و قطعا تا به حال نه من او دیدم و نه هم او به او تا حالتی، اگه من او دیده باشم ولی او تا به حال ندیده. ولی امروز سودار وقتی که به دستم داد طرف من یک نگاهی کرد و یک تبسمم کرد. امروز بگو که چه کار کردی؟ میگه او خور به سجده انداخت و گفت خدایا توبه کردم، گفت امروز من به طرف یک زن نگاه کردم. خیلی مهمه برادران عزیز و بزرگوار، خیلی مهمه. اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که و ما ظلمونا، ای کسانی که دست به خیانت دراز میکنید، به رشوت و قمار و سود و زنا و لواطت و بالآخره به گناهان گوناگون دست دراز میکنید، و ما ظلمونا، به ما ظلم نمی کنید، به ما قطعا، به خدای تبارک و تعالی قطعا ظلمی نیه، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکه شما به خود ظلم میکنید. هر کس به خود ظلم میکنه. الدنیا مزرعه الاخره که امیر گفته شده که انسان در دنیا میتونه به خود بهشتی بسازه، میتونه جهنمی بسازه. همین دنیا را الله فراهم کرده که ای انسان مسیر بهشت و مسیر جهنم، وسیله بهشت وسیله جهنم، هر کدام میخوای سوار بشو. در دنیا دو تا موتور استاده، یک موتور انسان رو به جهنم میبره، یک موتور بالاخره به کجا؟ به بهشت. هر کدام می سوار شو، بلیت هر کدام میخوای بگیر، خود تو صاحب اختیاری. اما ای که به راه ظلم و ستم قدم بگذاری، با الله هیچ ظلمی نکردی، بلکه ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکه برای خود ظلم کردی. بعدا قوم حضرت موسی علیه السلام برای از اینا من و سلوا آمد. حالا اینها چی میگن؟ گفتن که ما خسته شدیم از این دشت، حالا ما میریم به شهر، به قریه، ما من و سلوا نماییم، عسل نماییم، مرغ سرخ کردم نماییم. خب چی ماییم شما؟ چقدر بانه میدم؟ ما سبزیجات ماییم، ما عدس ماییم، ما بقلی ماییم. ما اینا چقدر ساده بودن، گوشت و عسل تبدیل میکنن به چی؟ به عدس و باقلی و به اینا بهانه میگیرن. اینجی خدای تبارک و تعالی وقتی که برای حضرت موسی علیه السلام دستور میده که اینها برن به می قریه، اما این قریه که میرن چگونه برن؟ با حالت منظور از این قریه و منظور از این شهری که اینها میرن، در او شهر بعضی گفتن که این شهر بیت المقدس بود و بعضی گفتن که شهر اریحا که در آنجا عمالقه سکونت داشتن. خدای تبارک و تعالی به حضرت موسی دستور جهاد میده که شما بریم با اینا جهاد کنیم. اینجی به جهاد هم اینا من و سلوارم خوردن، آبرم خوب می نوشن، سایم به سر از اینا. حالا حضرت موسی میگه بریم به جهاد، اینا چی میگن؟ اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. برو ای موسی تو همراه خدای خوب با دشمن بجنگیم، ما هم اینجا شیشتگیم. چقدر قومی. اما یاران رسول الله، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی مرتضی، اینها چه شخصیت هایی بودن؟ در بدر وقتی که مسلمان ها میرن که کاروان رو بگیرن، کاروانی که آمده بود، بعدن کاروان از پیش از اینا تیر میشه، رسول الله صلی الله علیه و آله رو به صحابه میکنن، میگن او چیزی که ما میخواستیم این چنگ ما نماد، اما با دشمن لشکر 1000 نفری روبرو شدیم. مسلمان ها 313 نفر بدون امکانات، بدون تجهیزات، اما لشکر طرف مقابل 1000 نفر با تمام امکانات و تجهیزات. اینجی رسول الله صلی الله علیه و آله رو به طرف صحابه میکنن، میگن ما با دشمن بسیار قوی روبرو شدیم، چه کار باید بکنیم؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن مسعود میگه من میخواستم استاده باشم شجاعت و دلاوری خور به نمایش بگذارم.
میگه یک صحابه دیگه استاده شد گفت یا رسول الله ما مثل قوم حضرت موسی نمیگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بلکه ای رسول خدا ما سر تا پا در خدمتیم و نمیگذاریم که بالاخره یک موی از وجود تو کم بشه و همه خود را فدا میکنیم. این یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم. در همان اثنا حضرت سعد ابن معاذ انصاری ای جواب مهاجرین دادن، اما حضرت سعد ابن معاذ استاده میشه میگه یا رسول الله وقت ما به تو ایمان آوردیم، وقت ما شاگرد تو شدیم، وقت ما به تو مخلص شدیم، به ما دیگه فرق نمیکنه. یا رسول الله تو دستور بده که ما خور به دریا بزنیم، اگر ما یک لحظه غفلت کردیم از ما خدا و پیغمبر بپرسه. این شجاعت، این غیرت، این دلاوری، این مردانگی ببینیم. اینا سربازان رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا یاران رسول الله. حضرت خباب وقتی که او به دار میزنن، حضرت خبیب وقتی که او را به دار میزنن، ابو سفیان که هنوز مسلمان نشده بود میایه میگه خبیب آیا دوست نداری که به جای تو محمد صلی الله علیه وسلم به دار آویخته میشد و تو به کنار زن و فرزند خو میبودی؟ حضرت خبیب چی میگه؟ والله قسم، به خدا قسم دوست ندارم به پای محمد خاری بره، ولی خبیب زیر ایدار که پارچه پارچه بشه غم و اندوهی ندارم. این سربازان رسول الله صلی الله علیه وسلم، این سربازان رسول الله، یاران رسول الله، شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. اما قوم حضرت موسی علیه السلام چقدر حضرت موسی به تکلیف. به همین واسطه رسول الله صلی الله علیه و سلم شب معراج که رفتن، شب معراج وقتی که رفتن 50 وقت نماز فرض شد، وقت برگشت به وسط مسیر راه حضرت موسی گفت یا رسول الله طوری که من از قوم خود تجربه دارم. خیلی درد داشت حضرت موسی از دست قوم خود که اگر قوم تو هم چنین باشه که والله ولمی 50 وقت نماز رو بخوانن. همی بود که با رفت آمد و رفت آمد 50 وقت آمد به 5 وقت نماز، که هر کس 5 وقت نماز رو ادا کنه مزد و ثواب 50 وقت میگیره، که این فضیلت از فضائل خاص امت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. حضرت موسی وقتی که به این قوم گفت اینا ایت جواب دادن. حضرت موسی خلاصه گفت شما وقتی که من و سلوا و اینا رو نمیخواهیم و بالاخره ماییم که بریم سبزیجات و عدس و اینها ماییم، چه کار کنیم؟ و اذ قلنا گفتیم که ادخلوا بریم داخل بشیم به می شهر، به می قریه، که شهر هم گفتیم بیت المقدس. اما فکلوا منها حیث شئتم، پس بخورید از آن هر جایی که شئتم خواهید، هر خوردنی رغدن. ولی یک چیز هست، وادخلوا الباب سجدا، شما درآیید در باب، یعنی از شهر که داخل میش سجدا، با تواضع داخل بشید، سرخم باشه. شما به بیت المقدس که داخل میشی سرخم باشه. ولی شما در دشت تی خیلی جرم کردید، خیلی جنایت کردید، خیلی بالاخره نافرمانی کردید، خیلی بهانه گرفتید. و قولوا حتتون، وقتی به بیت المقدس داخل میشی بگویید که حتتون، ببخش ای الله مار ببخش. الله چی وعده داد؟ گو وقتی شما بگیم حتتون ببخش، نغفر لکم، چکاره میامرزم برای شما خطایاکم، همه گناهان شما را، و سنزید المحسنین، زود است که پاداش بدهیم چی؟ نیکوکارانه. حالا برای از اینا گفته شد شما عاجزانه به شهر بیت المقدس داخل شین و همچنین بگیم حتتون. اینا دیگه حرکت کردن، از دشت تی حرکت کردن رو به شهر بیت المقدس. وقتی که به شهر داخل میشن برعکس، عوضی که ایت داخل شن ایت داخل میشن. در روایت ها میاره میگه بر سرینا خو ایت خور کش میکردن، برعکس به این حالت غرور و تکبر داخل شدن. به جایی که بگن حتتون، عوضی که بگن ببخش ای الله، چی گفتن؟ گفتن حنتتون، ای الله گندم ماییم. بدبختا میگن عفو نماییم، بخشش نماییم، گندم ماییم. خدا رو فراموش کردم. 2 شب قبل کنفرانس مطبوعاتی بود، رئیس جمهور کشور صحبت میکرد، ولی یک نکته امیده که به گوش از او برسه.
به گوش رئیس جمهور برسه. گفت که خدماتی که به 10 سال شده، گفت که افغانستان از امریکا تا چین، از اروپا تا ژاپن، از هند تا روسیه، افغانستان به اینها وصل شده و بالاخره همه اینها به افغانستان کمک میکنن. خب کشور باید با کشورهای گوناگونی رابطه داشته باشه. اما چی خوب بود ای رئیس جمهور، افغانستان از فرش تا به عرش هم ارتباطی رو برقرار میکرد. هیچ فایده نداره. 1,200,000 نفر لشکر فرعون بود، خداوند اونها چه کار کرد؟ غرق دریا کرد. این خیلی مهم نیه، مهم اینه که از عرش یعنی از فرش، از همین زمین تا به عرش، یعنی ارتباط بندگان الله با الله برقرار میکردی. که با چی میشد؟ احکام قرآن در کشور پیاده میشد، احکام قرآن در سرزمین جاری میشد، خدای تبارک و تعالی از تو راضی میشد. این مهمه. 1.5 سال دیگه وقت داری، بگیر الله را از خود راضی کن، احکام الله در زمین و در زمین خدا پیاده کن که هم خدا است و خوش، هم بندگان خدا است و خوش. خیر اروپا و امریکا و افریقا آدم به رسمیت نشناسه، هیچ مهم نیه. فرعونی که انا ربکم الاعلی میگفت، خداوند او غرق کرد. موسی که چقدر مشکلات دید، خداوند او نجات داد. وقتی ارتباط با الله برقرار بشه، نشه که برادران عزیز ما و شما هم عوض هنتتون بگیم. امروز خیلی مردم هنته میگه، گندم ماییم، مؤسسات چرا گندم نمیاره؟ قوم موسی هم عوض هنته گفتن، ما عفو نمیخواهیم، ما بخشش نمیخواهیم، ما مغفرت نمیخواهیم. عوض عفو و بخشش گندم ماییم. خیلی قوم زشتی بودن دیگه، خیلی قوم ناروایی بودن. امروز هم بعضی چی میگه؟ به سال 2014 اگر خارجی ها بره، والله چه کار میشه؟ این مؤسسات بره، این دلارا کم بشه، این بالاخره مصارف و اینها چه کار میشه؟ هنتتون که فراموش شده، همه فکر هنتتونه، فکر هنته، گندم، عفو، بخشش، مغفرت، اینها فوق همه نعمت های. اما الله ولی از اینا گفت شما بگیم هنتتون، ای الله ببخش، ای الله ببخش. آیا یک وقت شده که در افغانستان جلسه وزرا که میشه، در هر هفته جلسه وزرا 15 روز یا بالاخره جلسه وزرا، هم یک مرتبه وزرا دستا بالا کنن بگن ای خدا ما را ببخش، ای خدا؟ هم یک مرتبه اقذری که میگن امریکا دهن اینا به او میگرده، هم یک مرتبه بگفتن خدا، ببینن یک مرتبه بگن خدا، خداوند همه مشکلات را حل میکنه. از اعمالک چسبیدن بدون به خارجی ها که اگر 2014 رفتیم کمکای بین المللی شما قطع نشه و فلان نشه و فلان نشه، همه به فکر هنته‌اند، هتر فراموش کردن. هته خیلی مهمه، ببخش. الله وعده داده و قولوا حتتون، بگویید ای الله مار ببخش. الله میگه نغفر لکم، میامرزم برای شما خطیاتکم، گناهان شما را، و سنزید المحسنین، زوده که پاداش نیکوکاران داده بشه. فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کردن کسانی که ستم کردن، قولا سخن را، غیر الذی، غیر از او چیزی که قیل گفته شد، لهم برای ایشان، سخن را تبدیل کردن، عوض هنته گفتن تبدیل کردن، عوضی که با عجز و تواضع به شهر و قریه و بیت المقدس داخل بشن، با سرینا خورا می رفتن، با غرور را می رفتن. خداوند از این رقم را رفتن خوشی نمی آیه برادران. از این رقم که ایت سینه چپه باشه، دماغ بلند باشه، سر بالا باشه، خدا از ایت راه رفتن و از ایت رفتار خوش از اون نمی آید. انسان قابل ایر نداره که ایت راه بره.
اگر ایمان در وجود انسان نباشه، میفهمیم انسان به منزله چیه؟ انسان خیلی با معذرت، هر انسان یک تشناب سیاریه. اگر ایمان نباشه چیه؟ خب ذخیره نداره انسان؟ ذخیره داره دیگه. داخل ذخیره از او چیه؟ مگر غیر از بوی و تعفن و نجاست دیگه چیزی هست؟ این دیگه کرای میکنه که این موتر به این ترتیب راه بره؟ موتری که نجاست را حمل و نقل میده، هر کس دماغ خور میگیره. اما انسان اشرف مخلوقات، انسانی که مکرم شده، عزیز شده، انسانی که بالاتر از مخلوق، بالاتر از فرشته و بالآخر ملائکه شده، این انسان به خاطر ایمانش، به خاطر اخلاصش، به خاطر عشق ورزیدن با ذات اقدس الهی ارزش داره. مگر دیگه چی ارزش داره؟ پیش خدای تبارک و تعالی بنده ارزش داره که مخلص باشه، نه این که سر و قیافی از او خوب منظم و تنظیم و اینها باشه. نه، وقتی که اینها تبدیل کردن، اینجا الله سبحانه و تعالی میگه فانزلنا، پس نازل کردیم بر کسانی که ظلم کردن، رجزا، عذاب من السماء بما كانوا يفسقون. اینها وقتی که عوض هنته گفتن و تبدیل کردن، عذاب از آسمان آمد. عذاب هم عذاب چی بود؟ مرض طاعون آمد. مرض طاعون آمد که در نصف روز 70,000 یهودی کشت. به نصف روز مرض طاعون. عذاب خدا خیلی سخته. عذاب خداوند به نصف روز 70,000 یهودی چکار کرد؟ هلاک کرد. و اذ استسقى موسی لقومه، یاد آور آن هنگامی که طلب استسقا کردن، طلب آب کردن، من و سلوار که میخوردن گفتن آبم ماییم. چقدر بهانه میگرفتن. اولاد یعقوب 12 تا بودن، این 12 قبیله بودن. به حضرت موسی علیه السلام گفتن که ما یک چشمی هم نماییم، 12 تا چشمه باشه که هر کس چشمی جداگانه داشته باشه. و اذ استسقى موسی، آن هنگامی که آب خواست موسی لقومه، برای قوم خود، فقلنا، الله میگه ما گفتیم اضرب، بزن، بعصاک الحجر، به عصای خود بزن به میسنگ، بزن به میسنگ خارا. موسی علیه السلام وقتی که عصا میزنه، فانفجرت من 12 عینا، پس چکار میشه؟ منفجر میشه و روان شد منه، از میسنگ 12 عینا، 12 چشمه بیرون میشه. قد علم كل اناس، هر آینه دانست، هر قومی مشربهم، جای نوشیدن خود. کلوا، بخورید، واشربوا، بنوشید، من رزق الله، چی؟ از روزی که الله سبحانه و تعالی برای شما داده شده. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و شما در روی زمین چکار؟ از حد مگذرانید، فساد نکنید. آب الله برای شما داده، من و سلوا داده، الله سبحانه و تعالی برای شما نعمتها و اینها داده، شما چکار کنید؟ بخورید، بنوشید، اما فساد در روی زمین نکنید و از حد مگذرانید در زمین. مفسدین، که چکار باشید؟ مفسد بشید، تباکار بشید. و اذ قلتم، و چون گفتن یا موسی، ای موسی، لن نصبر، هرگز ما صبر نمی کنیم، علی طعام واحد، ما یک نوع طعام نماییم، من و سلوا نماییم، دل مار زده. خب چی ماییم؟ فدع لنا، پس بخوا برای ما، ربک، از پروردگار خود، یخرج لنا، که بیرون بیاره برای ما، مما، از او چیزی که تنبت الارض، میرویان زمین، که اونا چیه؟ من بقلها، سبزیجات، قصائها، خیار، و فومها، گندم، و عدسها، عدس، و بصلها، پیاز. ما پیاز ماییم، ما عدس ماییم، ما خیار ماییم، ما بالاخره سبزیجات ماییم، این چیزا ماییم. الله سبحانه و تعالی میگه قال تستبدلون الذي هو ادنى، قال، گفت موسی، آیا اتستبدلون، آیا تبدیل میکنید، آیا عوض میکنید؟ چکاره؟ الذی، او چیزی که هو ادنی، ای پایین‌تره. کباب راه میکنید میگی عدس ما، عسل راه میکنید میگی باقلی ما. بالذی، او چیزی که هو خیر، او برای شما بهترتره. حالا که شما ایران میخواهید، اهبطوا، پس فرود بیایید، مصرا بشر، فان لکم، پس همانا برای شما، ما سألتم، او چیزی که سوال کردید. بریم به می قریه، انا کشت کنیم، زراعت کنیم، که بالاخره کار کنیم، تلاش کنیم.
و ضربت، از این زده شد بر ایشان از ذلت و مهر ذلت و خاری و المسکنت و ناداری و باءوا بغضب من الله، و بازگشتن به چی؟ به قهری از جانب الله. الله سبحانه تعالی قهر خور و غضب خور بر اینها نازل کرد، مهر ذلت و خاری بر اینها زده شد. اینجا یک سوالی پیش می آید، امروز سرمایه‌دارترین انسان‌ها در روی زمین یهودی‌هایند. خب چگونه این مهر ذلت تا قیام قیامت این مهر ذلت زده شد تا قیام قیامت؟ خب امروز سرمایه‌دارترین قشر در روی زمین یهودی‌هایند. یهودی‌ها خیلی سرمایه دارند. امروز قدرت امریکا تا حتی بر سرمایه یهودی‌ها میچرخه. این مهر ذلت چیه؟ مفسرین بیان میکنن مهر ذلت اینه که تا به قیام قیامت یهودی ها پادشاهی کرده نمیتونن، سلطنت برای از اینا داده نمیشه. سرمایه هم از اونای میبینیم امریکا که مسیحی هاین، میبینیم قدرت دنیا به دست مسیحی هاین، یا قدرت دنیا به دست مسلمان های یا به دست مسیحی ها، به یهودی ها نمیرسه، چون مهر ذلت و خاری بر تن یهود زده شد. یهود قوم حضرت موسی علیه السلام از لحاظ ای که مسکین گفته شده، اینا مسکینن، ضربت علیهم الذل و المسکنه، نادارن. از همه مهمتر استغنای قلب خیلی مهمه. بعضی آدم ها آنقدر سرمایه داره همین یک روز که کار و معامله بری از میسر نشه شب تا صبح خواب نمیبره از پریشونی. این چیه؟ این در حقیقت فقیره. اما بعضی انسان ها سرمایه آنقدر ندارن، خداوند بر اینا آنقدر همت داده که هر چی فکر کنی. این استغنای قلب میگن. یهود به مجردی که یک افغانی مال اینا بر اینا یک ضربه یا ضرر وارد بشه 10 شبانه روز اینا خواب نمیبره، پریشان. همین پریشانی باعث نادری نایه، همین پریشانی باعث ذلت نایه، همین پریشانی ذلت و خاری نشان میده. خب اینا چریت شدن؟ ذالک، این ذلت و این ناداری، به انهم به این سبب کانو، که ایشان چه کار میکردن؟ یکفرون به آیات الله، انکار میکردن آیات خدا را انکار میکردن. و یقتلون النبیین بغیر الحق، و میکشتن پیغمبران را بنا حق. چگونه؟ حضرت یحیی یهودی ها کشتن، حضرت زکریا یهودی ها کشتن، تا حتی در روایات میاره که به یک روز 70 پیغمبر شهید کردن. 70 پیغمبر شهید کردن. به تو مسلمان امروز رحم میکنن؟ قطعا باید بشناسیم دشمنر، باید اور بالاخره به تمام معنا. حالا شارون که چند سال پیش از دنیا مردار شد و رفت، شارون معتاد بود، احتیاطی همی بود که هر هفته باید یک طفل مسلمان به دست خوب کشه. این طریق معتاد شده بود. ولی او وقتی که میکشت برای از او ایت نبود که او بگه گناه داره. نه، یهودی ها میگن تمام انسان ها خداوند در خدمت یهود پیدا کرده و یهود هر کاری که بکنه اختیار داره. شکار برای ما و شما شکار مبانیه، برای یهودی ها تمام انسان ها رو قتل عام کنن، برای از اینا میگن برای ما مبایه. خدای تبارک و تعالی میگن نه خیر، این چیزی که شما فکر کردیم چنین نیه. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، اینها به سبب آن که گناه میکردن و کانوا و بودن یعتدون، و از حد چی میگذشتن، از حد تیر کرده بودن. صلوات ختم میفرمایید. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. این آیه مبارکه ارتباط به مسلمان هایی که در صدر اسلام، که از جمله بعضی شأن نزول ارتباط به حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه، که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد که یا رسول الله، آنهایی که نصرانی بودن و شما درک نکردن و در نیافتن و از دنیا رفتن، به غارها نشسته بودن، آنهایی که یهودی بودن، ولی یهودی چی؟ یهودی پاک، یهودی که پیرو واقعی حضرت موسی، نصرانی که پیرو واقعی حضرت عیسی،
اینها که از دنیا رفتن و شمار و بیست شمار در نیافتن، آیا اینها حالت از اینا چه کار میشه؟ اینا چگونه حالتی دارن؟ این آیه نازل میشه. ان الذين آمنوا، امانا کسانی که ایمان آوردن به زبان، کسانی که به زبان ایمان آوردن، والذین هادوا، و کسانی که یهودی شدن، و النصارا و نصرانی ها، و السابئین و سابئی ها. سابئی یک گروهی بودن که از هر ادیانی همون مسائلی که خوش از اونا میامد چه کار میکردن؟ به او عمل میکردن. حالا اشاره میکنه، میگه خواه مسلمان باشه، خواه یهودی باشه، خواه نصرانی باشه، اگر شرط اینه که من آمن بالله، کسی که ایمان به خدا، یعنی یهودی که عزیر ابن الله نگه و بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم هم که در نیافته، و نصرانی هم مسیح ابن الله نگه ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم درک نکرده و از دنیا رفته، ایمان به خدا داشته. من آمنه، کسی که ایمان بیاره به خدا و الیوم الاخر، به روز آخرت، و عمل صالحا، و عمل صالح انجام بده، فلهم اجرهم عند ربهم، پس برای از اینا اجرهم، مزد و ثواب ایشان، عند ربهم، به نزد پروردگار اینا، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و ترسی هم بری از اینا نیه و اندوهی هم نیه. یعنی چی؟ یعنی یهودی هایی که و نصرانی هایی که و سابئی هایی که اینها در عصر نبی کریم صلی الله علیه و سلم بودن و پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شدن و اینها از دنیا رفتن، و اینها ولی عمل صالح انجام میدادن، خدا را به یگانگی میشناختن، برای خداوند شرک و شریک و مثل و مانند قائل نبودن، اینا چه کار؟ مزد و ثواب دارن. اما ای که عزیر ابن الله بگن و مسیح ابن الله بگن و مسلمان هایی که ظاهرا ایمان بیارن، با حال از این ایمان فایده نداره. ایمان برای هر انسان زمان فایده داره که ایمان داشته باشه به خدا، ایمان به روز آخرت و عمل صالح انجام بده. از جمله اعمال صالح یک قبول کردن رسول نازنین صلی الله علیه و سلم. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول کرد، احکام قرآن قبول کرد، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و اذ اخذنا، باز موضوع دیگر از قوم موسی علیه السلام. بنی اسرائیل وقتی که احکام تورات نازل شد گفتن این سخته، ما قبول کرده نمیتونیم. در قوم حضرت موسی علیه السلام احکام کمی سخت بود. مثلا اگر به روی لباس اینا یک نجاست میفتاد، این باید چه کار میشد؟ بریده میشد، باید قطع میشد. حالی بر امت پیامبر سلام اگر نجاستی باشه این شسته میشه. مثلا میبینید توبه قوم حضرت موسی علیه السلام قتل نفس بود. وقتی که احکام تورات آمد اینها گفتن ما قبول نمی کنیم، این سخته. بالاخره خب خود شما درخواست کردین که ای موسی برو با ما کتابی بیار و توراتی بیار و بالاخره که ما قبول کنیم. حال عناد سرکشی، خدای تبارک و تعالی به خاطر عناد و سرکشی از اینا چه کار میکنه؟ کوه تور رو بلند میکنه، بلند سر از اینا کور میاره بلند سر از اینا. وقتی کوه آمد بعد میگه قبول میکنیم یا نمیکنیم. اینها چرا فرار نکردن؟ در روایت ها میاره که اطراف از اینا هم آتش آمد، اینا فرار کردن نمیتونستن. کوبی آمد بلند سر از اینا، گفت قبول میکنیم یا نمیکنیم؟ سرخور پایین انداختن، گفتن یا الله قبول میکنیم. سمعنا، شنیدیم. کو وقتی که رفت گفتن عصینا، ما قبول نمیکنیم. و اذ اخذنا میثاقکم، و اذ اخذنا میثاق. عجیب قومی بودن، عجیب قومی. این قوم که آدم قیاس میکنه، این جوانی که از ساعت 8 9 بجه و این برادر و خواهری که به درس تفسیر شیشته برستی هم که اینا اولیای خدایا. اولیاء کینه؟ الذین آمنوا. آیه قرآن میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که دوستان خدا در روز قیامت هیچ ترس و هراسی ندارن. در روز قیامت که روز وحشته، روز ترسه، اینا هیچ ترسی ندارن. خب دوستان خدا کینن؟ آیه قرآن به ما اشاره میکنه، به ادامه می آیه الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن. شما به خدا ایمان بیاوردیم یا ناوردیم؟
الحمدلله الحمدلله. همه ما ایمان آوردیم. الذین آمنوا و کانوا یتقون، آنهایی که به خدا ایمان آوردن و از خدا ترسیدن، اینا دوستان خدایان، اینا اولیایان. تو خواهر و برادر اولیای خدایی، اولیای خدا. اینیه که من تشویق کنم و بالاخره مبالغه کنم، نه. ترس خدا تو رو به خانه خدا آورده، ایمان تو به خانه الله آورده. ساعتها به درس تفسیر می نشینی، ایمانه، ای دیگه هیچ قوه و نیرو و ارتشی نیه. اما قوم حضرت موسی کوی تور بیامد، یک سنگ پنمنی بیامد به تسر ما و شما نماد، ولی ای ایمانه، ای عشقه، ای محبته، ای ذوقه، ای شوقه. ای ایمانیه که سر تا پا انسان رو به جوش میاره. قوم حضرت موسی علیه السلام نمیت قومی و اذ اخذنا، هنگامی که گرفتیم، میثاقکم، عهد از شما عهد گرفتیم، و رفعنا، بلند کردیم، فوقکم، بالا سر شما، الطور، کوی طور را. بعد گفتیم که خذوا، بگیرید، ما آتیناکم، او چیزی که دادیم به شما، به قوه، محکم. یعنی چی؟ یعنی تورات را محکم نگیریم، یعنی عمل به احکام تورات کنیم. و ذکروا، یاد آرید، ما فیه، آنچه که در این کتاب آماده، چرا لعلکم تتقون، تا شما با تقوا باشین. ثم بعد از آن تولیتم، من بعد ذالک، باز روی گردانیدید، باز گفتید که ما قبول نمی کنیم. من بعد ذالک، بعد از این میثاق، بعد از این عهد. فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل الله شامل حال شما نمی شد، ولولا فضل الله علیکم و رحمته، رحمت الله، لکنتم من الخاسرین، شما هر آینه چکاره، جا در جا از جمله زیانکاران می شدید، جا در جا. ولی ایت عذاب سریعی که به قوم فرعون و به آل فرعون آمد، شما نیامد. شما چقدر ای فرصت داده میشه، هی چقدر برای شما وقت داده میشه، ولی اگر فضل الله، رحمت الله نمی بود، شما جا در جا چه کار میشوید؟ وارد خسران و اینها میشوید. ولقد علمتم الذین اعتدوا، باز کار دیگر قوم بنی اسرائیل. در بنی اسرائیل مقدسترین روز، اینا مقدسترین روز برای، بیترین و افضلترین روز برای یهودیان روز شنبه، برای نصرانیان روز یک شنبه، برای مسلمان ها سید الایام جمعه مبارک. روز جمعه برای مسلمان ها سید الایام، سید الایام. خدای تبارک و تعالی مثل که قید و قیوداتی برای ما و شما گذاشته که در وقت اقامه نماز جمعه بیع و شرا جواز نداره. وقتی که نماز جمعه اقامه میشه، در می اثنای اقامه نماز جمعه بیع و شرا جواز نداره. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، ترک کنیم بیع، خرید و فروش ترک کنیم. برای بنی اسرائیل گفته شده بود که شما در روز شنبه شکار نکنید. در روز چی؟ روز شنبه شکار نکنید، شکار ماهی. اینها خو ابتلا و آزمایش دیگه. شاید همین لحظه خیلی از دکاندارای ما و شما مورد ابتلا و آزمایش واقع بشه. همین لحظه مشتری میآید دکان، اما این ابتلا و آزمایش خداوندیه که این شخص بگه برادر وقت نماز، این لحظه بیع و شرا درست نیه، دروازه رو بالاخره محکم ببنده، حرکت کنه طرف نماز جمعه. ابتلا و آزمایش خداوندی، چون دنیا داره ابتلا و آزمایش. اینجی وقتی که خدای تبارک و تعالی برای از اینا گفته که به روز شنبه شما چکار نکنیم، شکار نکنیم. خداوند به خاطر ابتلا و آزمایش به روز شنبه ماهیار همر می آورد روی آب، خوب جمع میکرد که اینا خوب ببینن، تماشا کنن. اینا چکار میکردن؟ حیله. خدای تبارک و تعالی از ایت حیله ها خوشی نمی آیه. اینا به روز شنبه گرفتن به کنار دریا حوضچه ها تیار کرده بودن، حوضچه ها تیار کرده بودن، از دریا آب را داده بودن به داخل حوضچه ها. بعداً ماهی ها که می آمدن دیگه، ماهی ها روز شنبه می آمدن به این حوض، اینا کنار او می ششتن. به اصطلاح اینا خود فریب می دادن، فکر می کردن دیگه که خدا رو بازی می دن. بعد خود بازی می کردن، آیستگاه که دانه رو بسته می کردن، ور می خستن می رفتن. اینا که شکار نمی‌کردن، کی دست خونما به جان ماهی بزنیم، اصلا شکار نکردیم. روز یک شنبه می آمدن ماهی‌های حوضچه می گرفتن.
الله سبحانه تعالی میگه ولقد علمتم الذين اعتدوا، هر آینه به تحقیق دانستید الذين کسانی که تجاوز کردن، اعتدوا تجاوز کردن، منکم از شما، فی السبت در روز شنبه، فقلنا اینا که ایت جنایت کردن الله سبحانه و تعالی چکار کرد؟ میگه فقلنا پس ما گفتیم لهم برایشان کونو، اینجا دیگه قهر پروردگار به جوش میاد، کونو قردة خاسئین، باشید بوزینگان، خاسئین ذلیل. خدای تبارک و تعالی در این قسمت دیگه چه کار میکنه؟ این بنی اسرائیل، این قوم حضرت موسی، این انسانهای شریر و این انسانهای سرکش، همینایی که سرکشی دیگه، اینایی که سرکشی کردن، اینایی که همیت کاری کردن، اینها تبدیل به بوزینه میکنه. اینا تبدیل به بوزینه میشن. در روایت ها میاره که تبدیل به خنزیر خوک میشن، بعضی تبدیل به موش میشن. حالا مشکل هم اینجا بوده که چنین نبوده که اینها تبدیل به بالاخره به بوزینه و به خنزیر و به موش بشن، اینا نفهمن. نه، بوزینه بودن، خنزیر بودن، اما عقلم داشتن، همدیگر رو میدیدن، کنار همدیگر میشیشتن، گریه میکردن، ولی به حال اینا گپ زدن نمیتونستن، ولی اشک میریختن، به حال اینا فایده نمیکرد. مدت 3 روز بوزینه و خنزیر بودن، خداوند اینا رو هلاک کرد و از بین برد. اما یک نکته، بعض انسان ها میگن بوزینه از امو وقت و از نسل امی بوزینه، نه، قطعا اشتباهه. خداوند اونا رو بوزینه کرد، خنزیر کرد، اونا رو نابود کرد. اما بوزینه و خنزیر یک حیوانیه که خدای تبارک و تعالی از روز اول از هر حیوانی چکار کرد؟ یک جفت آفرید و بالاخره تا امروز از هر حیوانی میبینیم که نسل‌های زیاد و زیاد شده. چنین این اشتباهی که کسی بگه بوزینه از همون وقت و زمان به وجود آمد. خب این بوزینه شدن از اینا، فجعلناها، پس گردانیدیم این واقعه را، نکالا عبرتی. ای انسان، اینا چرا بوزینه شدن؟ نافرمانی پیغمبر خدا کردن. ای انسان، اینها چرا بوزینه شدن؟ نافرمانی الله کردن. ای انسان، اینها چرا بوزینه شدن؟ اوامر الله را به بازیچه گرفتن. ای انسان، اینها چرا بوزینه شدن؟ به خاطر که اوامر الله را به باد استهزاء و تمسخر گرفتن. نکالا، ای عبرتیه، لما بین یدیها، برای آن قومی که بین یدیها پیش روی اینا بود، مردمی که به وقت و زمان زندگی میکردن، برای از اونها عبرتیه. و ما خلفها، و او چیزی که بعد از اونها، یعنی برای نسلهای آینده، برای ما و شما و برای تا به قیام قیامت، این عبرتیه که ای انسان، اگر تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. اینا تیره کرده بودن، لطف حق با تو مواسه ها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. و ما خلفها، و ای جریان، و موعظتا، ای پندیه، للمتقین، از برای کی؟ از برای پرهیزگاران. و اذ قال موسی لقومی، جریان دیگری بیان میشه. جریان دیگر ارتباط به ذبح گوه که برای از بنی اسرائیل یا برای یهود، برای از اینا دستور داده میشه که شما گور ذبح کنیم. حالا گور ذبح کنیم چگونه و به چی ترتیب؟ وقت ما و شما تمام شد که انشاءالله به جلسه بعدی خدای تبارک و تعالی برای همه ما و شما توفیق بده تا اینکه عامل به قرآن و عامل به احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم باشیم. اللهم اغفر موتانا و موت المسلمین و سلم مسافرنا و مسافر المسلمين، واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، واقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين.